بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض حرمت خدمت دوستای عزیز. آمدیم ما با ولسوالی اینجی به قریه بدلو جلوردی، بین جلوردی و بدلوه که طرف جنوب ملکیت های جلوردیه، طرف شمال ملکیت های بدلو. به حاشیه سرک پخته با فاصله بسیار کم از شهر هرات. میخوایم دو قطعه زمین که یکی 2.5 جریبه یکی 2 جریب میخوایم برای شما معرفی کنیم، برای دوستایی که میخوایم زمین سفید بخرم، که به وقت که اگر زمین سفید بخرم به تبدیل خود بتونم یا باغچه بسازم یا باغ بسازم یا اینجا جای تفریح به خود جور بکنن. این زمین که هسته از این قسمت طرف قبلا خلاک بسته این تمیه، این قسمت از این قسمت از اون پول میتمیه از زمین جی. این زمین 2.5 جریبه، 2.5 جریبه که فعلا کدو هم کشت کرده. دیگه این زمین بسیار به یک مکان خوب، موقعیت خوب، باشه سرک بسیار نزدیکه. دیگه ان تقریبا چیزی نمونده که سرک در کنار ازی باشه. این زمین دوستای عزیز کنار ازی پلوش که میره تا به همین قسمتی که پشت سر ازی این زمین که کشت کرده یک پله هم از زمین سفید مربوط به زمین میشه. ما ایتا میریم دور زمین به شما معرفی میکنیم که کلا از زمین اطلاع به دست بیاریم، معلومات کافی. این زمین عشی ازی انمیت میایه، میریم انمی قسمت عشی ازی که ما قدم زده میریم که به شما کلا 4 دوباره از زمین به شما معلومات بده. بسیار به مکان موقعیت خوبی داره. هر جایی که ما میریم ملکیت هایی که ثبت میکنیم نشر میکنیم و دسترس شما دوستا قرار میدیم. ما این وظیفه خود میدانیم که کل جزئیات برای شما به نشر برسانیم که شما معلومات کافی به دست بیارید. دوستا عزیزا، سرمایه گذاران عزیز، بیاییم برای وطن خود، دوستایی که در خارج از کشوره، بیاییم در وطن خود ملک بخریم، جایداد بخریم، زمین بخریم، زمین اشتغال برای جوانا و برای دوستای خود مساعد بکنیم، کار غریبی به اونا مساعد بشه. اگر هر برادر که بخره تصمیم زیر داشته باشه که بتونه باغ جور کنه، بتونه باغچه جور کنه، کاروبار زمینی، کاروبار به طبقه کارگر مساعد میشه، دیگه هم ثواب میشه. این زمین انا حال ما همیت که آمادیم کلا نمی عشی ازید همیت میریم انمی قسمتی که ما آمادیم دوره کردین. این عشی همی زمینه، عشی همی زمینه. دونیم جریبه، این زمین 2.5 جریبه، یک انمی شیاره، یک همی کشت کرده، یک همی پخلی گندم که گندم کشت کرده بوده، درو کردم گندم از فعلا زمین سفیده، فعلا این کشت نکردم تا حاله. این عشی زیر از اول ابتدا که ما با شما معرفی کردیم بیامدیم به سر ازی پلوش قرار داریم. این دور میخوره رو به حد قبله. جزئیات مطابقی ازی را برای شما نشر میکنیم که 4 سر ازی زمین شما مطلع باشین. این قسمت آخر زمینه، این قسمت آخر زمینه. دوستایی که ما همراهی میکنیم، ما در جاهایی میریم که باغ‌ها، ملک‌های زراعتی، تعمیرهای لوکس در هر گوشه کنار شهر هرات ما برای شما نشر میکنیم، معرفی میکنیم. هم به شما میشه که بتونیم علاقمندی به خریدن ملک پیدا کنیم، هم بتونیم جاهای ملکیت‌های افغانستان هرات ببینیم که چی جاهایی داره، چی ملکیت‌های داره، چی آرامش و آسایشی داره. از شما تشکر میکنیم که ما همراهی میکنیم. دوستان عزیزی، زمین همونطور که به شما گفتیم 4 دوباره زیر به شما معرفی کردیم. این زمین 2.5 جریبه، متر ازی 1700 افغانی با جور احمده.
فی متر ازی با 1700 افغانی با جرامت که به این منطقه خرید و فروش میشه. دوستا بیایم، زمین عاجل فروش است. با ما با شماره زرنویس با ما به تماس باشیم. معلومات کلی ازی که میخوایم معلومات بر دست بیاریم از یوتیوب چینل احمدشاه پیرزاده میتونیم کل این زمین شما مشاهده کنیم. با جرأت از این ما در کنار شما ایستادیم. خدا کنه که هر برادری که میخره صاحب میر باشه. در جرأت از این ما در کنار شما ایستادیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.